سلام تماشاچیان عزیز، این برنامه شیرین نکس و من است با همراه پای امیده و شما پختن شیرینی ها رو یاد میدیم. بله سلام تماشاچیان عزیز، چطوری که اصلا گفت این برنامه شیرینک میباشد و ما کوشش میکنیم که در هر برنامه به شما پختن شیرینی های نو را یاد دهیم. اپا امیده ما امروز چی آماده میکنیم؟ ما یک نوع شیرینی خیلی بامزه را تیار میکنیم. چی باشد؟ یک نمود پیروژنی را تیار میکنیم. فهمم. پیروژنیتون نام ندارد؟ شیرینی ما جلغوزه نام دارد. جلغوزه‌اش چیست؟ جلغوزه این شیشکه میباشد. هم. با ما چی لازم میشود؟ با ما بیسکویت شکلاتی لازم میشود، کرم، کاکائو و این شکلات. تماشاچیان عزیز، با دقت باشید لازم ما شیرینی ها آماده میکنیم و در بالایش شیشکا کنده یعنی جلغوزه درختی ارچن کنده در بالایش میمونیم. همینطور نه؟ نه اصلا ما از درخت کنده نمیمونیم. ما با کرم آرایش میدهیم. برای چی نام شیشکا است؟ برای آنکه آرایشش مانند است. خوب بیاید آغاز میکنیم. شما بیسکویت رو با چند قسم جدا میکنید؟ از ما بیسکویت را به 3 قسم جدا میکنیم. 3؟ انا باز اسباب موسیقی رو آوردند. نه اصلا جان، این اسباب موسیقی نیست، این کارد مخصوص است. میدونم شوخی کردم. تماشاچیان عزیز، چون این کارد برای برابر بریدن بیسکویت میباشد، ولی اگر این کارد نداشته باشد میتوانید از کاردهای کلان استفاده برید. این قسم بزرگش را میگیریم. برای چی؟ این در کار نمیشود. این 3 قسم با 3 قسم ما جدا کردیم. باید ما 2 قسم نه 3 استفاده قسم بریم. میشود اصلا. 3 قسم جدا کردیم. این قسم بیسکویت را اپای امیده شکست. اپای امیده این برای آرایش هم در کار نمی شود؟ نه اصلا میتوانید در آنجا مانید. چرا اکنون در آنجا؟ برای که در کار نمیشود آن با ما. کی گفت که در کار نمی شود؟ میتوانی خورید. کرم برای چی رنگش سفید است؟ مگر بر بیسکویت شکلاتی کرمی شکلاتی استفاده نمیبرد؟ از ما با کاکائو کرم را شکلاتی میکنیم. به تماشاچیان عزیز، تا آماده خواهم من به شما طرز آماده کردن بیسکویت رو میگویم. برای آماده کردن بیسکویت شکلاتی با ما 10 دانه تخم، شکر، آرد، مواد کاوا کننده و کاکائو لازم می شود. این چنین در وقتی کاکائو اضافه کردن کم ترک می توانید از روغن استفاده برید، ولی این تنها برای بیسکویت است. در کرم این چنین نمی کنیم. برای کرم باشه با ما حامض 32% یعنی سلیفکی لازم می شود. چنین نوعی خمر را شما می توانید از مغازه ها خریداری کنید. اکنون ما با کرممون شکلات اضافه میکنیم. چرا هم کاکائو هم شکلات؟ برای که با شکلات خیلی بامزه تر میباید. پس کاکائو رو برای چی اضافه کرده؟ کاکائو برای رنگش سیاه شدن. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما کرم را میمالیم. با همین قاشق عادی؟ نه با کی؟ با بلچه مخصوص. فهمیدم. ممکن است من هم کنم؟ میتونم ها؟ بله
باز میگویند که عسل نمیتواند. اپا امیده میخواید به شما هم دیم؟ خوردن رو؟ نه، چشیدن رو. انا اکنون قبط دویم رو هم گذاشتیم. اکنون عسل دویم قاشقچه رو میخورد. در قبط دویمش اگم چیز دیگر ایلوه نمیکنید؟ نه عسل ما شکلات ایلوه کردیم کو. مربا نمیشود؟ مربا با مزه میکند کو. نه این شیرینی که ما تیار میکنیم مربا نمیشود. بازی تمام کنیم بعد میخوریم. عسل جان اکنون ما تمام کردیم شیرینی همون رو در یخدان میگذاریم. من بزرگ؟ البته. اکنون من به جای عسل ویتامین میدیم. اپا اومده انا ما یک جای در یخدان نشستیم و آمدیم. گفتن میخوای که تو هم با همراه شیرینی بودی؟ بله. بلایی من کنیم. من به جای تو ویتامین خودم رو دادم. اکنون ما شیرینی همراه را میبریم. من حاضر طبقچه میارم. عسل تو برای کمک کردنم رحمت میگویی؟ البته. تماشابینان عزیز برای آنکه شیرینی ما هموار شود ما اول باید اون را با یخدان خنک کنیم. تمام شیرینی تیار شد؟ نه عسل آزمون رو میبریم و آروش میدیم. و میخوریم. البته. رفته از درخ ارچه شیشکا کنده بیارم. نه عسل. تماشابینان عزیز اگر که شما خواهید که فرزندان شما به شما خلال نرساند در وقتی کار به آنها میوه دهید. اکنون تماشابینان عزیز ما کرم رو در خلطچه گرفته آروش میدیم. خلطچه یعنی کلوک ده؟ البته. من در وقتی آرایش کمک کنم؟ نه عسل من خودم میکنم. التماس. این کمی خونتر است عسل. اکنون آرایش میدیم. آسان است کو؟ برای آرایش به ما کرم لازم می شود. لیکن یا گم جاش با شیشکا مونان نیست کو؟ نه به هر حال مانندی دارد. ایستد اپای میده. با نگوید که مزهش مثل جلغوزه یعنی شیشکا است. نه عسل. مزهش خیلی با مزه. اکنون ممکن است من کنم؟ البته. اکنون تماشابینان عزیز شیرینی ما آماده شد. اکنون بینندگان عزیز ما با طبقچه میگذاریم و میچشیم. البته. اکنون میچشیم. خیلی آماده است. با مزه. تماشابینان عزیز شما میتوانید از دستور ما استفاده برده همین خیلی شیرینی آماده کنید. و من باور دارم که به نزدیکانتان پسند میآید. شیرینی های ما آسان، زیبا و با مزه می باشند.
اینچنین اگر شیرینی‌های آماده کردنتون رو عکس گرفته به سامانه اینستاگرام ما روان کنید ما به شما تحفه میدیم. تحفه چیان؟ شیرینی البته. سامانه اینستاگرام ما شیرینک.tj. حالا اکنون ما با شما خیر خوش میکنیم. تا برنامه نوبتی خود و نزدیکانتون رو احتیاط کنید. خیر.